ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 3، گفتار 80. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. پزندگان حلوای صابونی شافرکامی هم این هنری خود را یک نوع کرامات میراثی خود وانموده مخصوص خود و اولاد خود به قلم می دادند و پختن آن را به کسی نشان نمی دادند و اگر چشم بیگانه افتد این حلوا ویران می شود می گفتند. بعد از این مقدمه چه اکنون من به سری سرگذشتی میرزا عبدالواحد می آیم. میرزا عبدالواحد نقل سرگذشتی حلواپزی خود را دوام داده گفت: مقصد من از پختن این حلوا از یک طرف دروغی به شافرکام مخصوص بودن آن را اثبات کردن باشد، از طرف دیگر این هنر را که حلواگران ماهری بخارا هم یاد گرفته نتوانستند به دست درآورده همه را در حیرت انداختن بود. من هرچند التماس کردم یگان شافرکامی که این هنر را می دانست به من پخته نشان نداد. هر کدامشان مصالحی برای وی درکاری را و طرز پختنش را گفتند و بس. از روی قول میرزا عبدالواحد که از متخصصان این کار شنیده است، روغن دنبه را داغ کرده، آرد بیخته را در وی بریان نموده، شکر را قیام گرفته به وی همراه می کردند. در اولی کار آرد بریانی با قیام آمیخته شده سرخچه می شده است و بعد از کفزنی و مشتماری بسیاری رنگی سفید پیدا می کرده است. میرزا عبدالواحد گفت: من آرد، روغن و شکر را تیار کرده در را بسته کار سر کردم، چون که اگر نتوانم خنده خریش می شوم گفته می ترسیدم. بنابراین کسی نفهمد و از این کاری من خبردار نشود گفته بسیار احتیاط کردم و به پنهانکاری در آمدم. میرزا عبدالواحد موافق نشاندادی صابونی پزان شافرکامی آرد بریانی با شکر آمیخته را یک روز از پگاه تا بیگاهی و شبانه تا زیر کردن خواب هرچند کف زده است و مشت کاری کرده است رنگش سفید نشده است و طعمش هم یک نوع دل بیجا کننده شده است. من فکر کردم که گفت او شاید شافرکامی ها مرا فریب داده باشند، شاید آرد را بریان نکرده بر روغن و قیام همراه کردن در کار باشد تا که سفید و خوش طعم شود. بنابراین ترکیب اولی را به یک سو گذاشته، آرد خام را بر روغن آمیخته و قیام همراه کردم. این دفعه رنگش سفید چه شده باشد هم طعمش مانند مزه خمیر خام بود که به دهان گرفته نمی شد. بعد از این فکر کردم که شاید قیامش کم شده باشد، بنابراین باز کمتر شکر را قیام گرفته به وی همراه کردم. این دفعه مزه خمیر خام باقی مانده، به وی یک تیزی گلوسوز زم شده بود که به مزه آن چی نام دادن را نمی دانستم.
روز سفید شده آمده ایستاده بود و در کوچه یگان راهگذران می نمودند. بنابراین میرزا عبدالواحد از نقل سرگذشت باز ایستاده. راهگذران شناسا روشنایی لمپه را دیده در حجره بودن مرا پی بردن نآیند، گویان از جایش خیسته لمپه را خاموش کرده باز آمده نشسته سخنش را دوام داد. من فکر کردم که گفت او شاید روغنش کمی کرده باشد. اگر قدری روغن دیگر همراه کنم عجب نیست که بدمزگی خمیر خام و تیزی قیام برهم خورده طعمش گوارا شود. بنابراین باز کمتر روغن دنبه را داغ کرده و خمیر خام گلوسوز خود آمیختم. اما روغن آمیزش نیافت و بر روی خمیر مانند آن که بر روی شعله سی روغن برآید برآمده می ایستاد. طعمش هم از اوله بدتر شد که به نشد. ای وای که به نشد، بدتر شد. گویام این ترکیب را به یک سو گذاشتم و باز به سری ترکیب اولی که از متخصصانش شنیده بودم آمدم. اما فکر کردم که شاید در دفعه اول آرد را از قدری در کاریش زیادتر بریان کرده باشم. بنابراین این دفعه آرد را نیم بریان کرده به قیام آمیختم، لیکن باز نشد. خلاصه نقل میرزا عبدالواحد آن است که گاه روغن را زیاد کرده، گاه قیام را زیاد کرده، گاه آرد بریان یا آرد خام را زیاد کرده، یک هفته شب و روز به این کار زور زده است. از کفزنی و مشتمالی دستان خود را از کار برآورده است. در آخر به نتوانستنش قناعت حاصل کرده، در وقت قنداشته ماندنش این کار را من او را دستگیر کردم. اگر امروز تا ساعت 10 نمی آمدی، گفت او در آخری نقل سرگذشتش، من گلیم را از گرد آرد و ریزه های خمیر تازه کرده و دهلیز را که بیشترین کاری شبانم آنجا گذشته، زمینش از خمیر و قیام و روغن یکمال شده است شسته و به دهانم کلوخ مالیده خودم به کوچه می برآمدم و این سری احمقانه در قعر دلم گور شده از همه پنهان می ماند. او قدری خاموش ایستاده باز دوام کرد. لیکن آمده مرا دستگیر کردنت از یک جهت نقص شد، گفت او، زیرا من این سر را به کسی نمی گفتم. اما این کار چنان به دلم ریخته بود که غده شده مانده، رفته رفته زرداب گردیده، مرا بیماری بستری کردنش ممکن بود. وقتی که تو آمدی من مجبور شدم که همه اش را حکایه کنم. حالا دلم خالی شد و خود را خیلی سبک حس می کنم. من چیزهایی با این مشقت تیار کردهش را دیدن خواستم. او مرا به رواق حجره‌اش از یک دری که از وی به آنجا برآمده می شد برآورده نشان داد. در آنجا یک تغاره سفال خمیرگیری و دو لگنی تنوکگی سیردار که در بخارا قربایی می نامیدند از خمیرهای گوناگون رنگ قیام و روغن‌آلود پر بود. من مزه هر کدام آنها را دیدم، هیچ کدامشان قابل خوردن نبودند. این خصلت میرزا عبدالواحد که عبارت از دانسته ندانسته و کردنی هر کار چسبیدن، کردنی آنگونه کاری عجیب را از ترس آن که میخندند یا منع میکنند از آشناهای نزدیکش هم پنهان داشتن و میل اختراعچیگی بود تا آخری عمرش در او باقی ماند. هرچند از جهت ترتیب تاریخی از این جاهای یادداشت‌ها خیلی دیر واقع شده است، اما برای اثبات مدعای بالا و پرره نشان دادن خصلت خصوصی میرزا عبدالواحد منظم واقعه زیرین را در اینجا نقل نمودن مناسب نمود.
و در پروادسازی میرزا عبدالواحد. بعد از ریولوسیون بخارا در سال 1920 میرزا عبدالواحد که آبهای بدبوی و مکانی تخمی ریشته بودنی حوضهای بخارا را نمی پسندید، در فکری در شهر بخارا و در پرواد گذراندن افتاده است. هرچند این فکر خیلی فکری خوب باشد هم، در شرایط آن وقتی بخارا این فکر را به عمل آوردن ممکن نبود، چون که در مملکت هنوز جنگ‌های گرجدنی دوام می‌کرد. زواد و فابریکه ها کار نمی‌کردند. بیشترین کارگران در فرانت بودند و آن مؤسسه های صنعتی هم که کار می‌کردند و تیار کردن اسباب مدافعه ریولوسیون و به برآوردن مال‌های ضروری هر روزه مشغول بودند. میرزا عبدالواحد هم این احوال را می‌دانست، اما این شرایط در راهی به عمل آوردن این فکری خوبی او مانع نشد. او فکر کرده است که اگر تروبه های چوینی یا سیمنتی نباشد چه ضرر دارد؟ آخر ما می توانیم از قلبه قبرهای سفالین که تیار کردن آنها در خود بخارا آسان است فایده بریم. او این فکری برجسته تا حال به خیال یگان کس نآمده خود را با هیچ کس مشورت نکرده به عمل آوردن خواسته به کلالگران بخارا غلبه های سفالین ساختن را سپارش داده است و در اندک وقت چند خمدان قبور پزانده گرفته 30,000 دانه آن را در پیش خمدان ها انبار کرده مانده است. بعد از آن به کاغان رفته از یک انژینری راه آهن که در دیپای پرواز ریمونت کنی کار می کرده است، انژینر یا تکنیکی و در پرواد گذرانی را از کجا یافتن ممکن است؟ گفته پرسیده است. این گونه انژینر یا تکنیک برای شما به چی کار لازم است؟ کارتان را گویید، شاید آن خدمت از دست خودم آید. من می خواهم در شهر بخارا و در پرواد گذرانم. اگر خودتان از عهده این کار برآیید و این زحمت را به گردن گیرید، به ضمن این که مزد خدمتتان را پرره می دهم، از شما منتدار هم می شدم. این کار را حکومت بخارا پیش گرفته است و شما با من به صفت نماینده حکومت گپ زده ایستاده اید، یا یگان شرکت این کار را کردنی است و شما وکیل آن شرکت می باشید. حکومت جوان ما حالا به پیش گرفتن این گونه کارها فرصت ندارد. او به دفع کردن باقی ماندگان امیر، به تشکیل و مستحکم نمودن حکومت سویت های خلقی بخارا مشغول است. شرکت بایها هم غم خلق را نمی خورد. من شخصا می خواهم برای منفعت خلق با خرج خود این کار را به انجام رسانم. انژینر از این سخنان میرزا عبدالواحد در تعجب افتاده در دل خود فکر کرده است. این کی باشد؟ اگر یگان بای میلیونر می بود، چنان که در حق شرکت بایها خود گفت، هیچ در پی این گونه کارها نمی گشت، چون که بایهای بخارا حاضر از ترس عاقبت ریولوسیون بخارا در فکر ذخیره و پنهان کردن دارایی خود و با راه اسپیکولیاسیون در پی زیاد کردن ثروت خود می باشند. اگر این آدم یک آدمی عادی خیرخواه خلق باشد، در این کار بزرگ مبلغ و اسباب را از کجا می یابد؟ عجب نیست که به عقل این آدم خلل رسیده باشد. خوب ضرر ندارد. با پرسکاو از خود این آدم حقیقت حال را فهمیده گرفتن ممکن است. گویان به او مراجعت کرده می پرسد: شما کی هستید و به این کار مبلغ و اسباب را از کجا می یابید؟ من ناظر نگهداری تندرستی حکومت سویت های خلقی بخارا می باشم.
گویان میرزا عبدالواحد برای اثبات این گفته خود و درست‌تر جلب کردن دقت انجینیر به خود، شهادتنامه‌ای از طرف حکومت به خودش داده شده را به او نشان داده دوام کرده است. من به واسطه دکترها و دواهایی که حکومت به اختیار من گذاشته است، بیماران خلق را معالجه کننده ایستادم. با یاری خلق شهر را به قدر امکان از افلاسی ها تازه کرده کوشش دارم که بیماری ها را پیشگیری کنم. اما به فکر من یک منبع اساسی بیماری ها همین آبهای حوضهای بخار است و برای نیست کردن این منبع وده‌پرواد لازم است. حالا که این کار را حکومت کرده نمی تواند، من خواستم با خرج خود یک خطی وده‌پرواد کشیده به شهر آب تازه درآرم. وقتی که مردم دیدند این کار ممکن و آسان بوده است، خودهاشان از بین خود پول جمع کرده خطهای وده‌پرواد را کلان و زیاد نموده تمام شهر را با آب تازه تأمین خواهند کرد. انجینیر از این سخنها و از آن شهادتنامه رسمی فهمیده است که عقل این آدم خللدار نیست، یعنی دیوانه نیست. بنابراین او سوار اولیش را با آهنگ جدی و تعبیرهای دیگر تکرار کرده است. در این کار از انجینیر و تکنیک پیشتر اسباب لازم است. در بخارا پیش از این وده‌پرواد نبود که شما اسباب‌های کهنه وی را ریماند کننده فایده برید. بعد از مهیا شدن اسباب باز مبلغ بسیار کلان لازم است. من گمان نمی کنم که یک ناظر حکومتی سویتی با خرج مبلغ شخصی خود از عهده این کار برآید. یک قسمی اسباب اساسی که تروبه است کیها تیار شده است، میگوید میرزا عبدالواحد. من همه دارایی خود را جمع کرده، چیزهایی بر زیادم را فروخته، به قدر 1000 سوم طلا صرف نموده 3000 دانه تروبه سفارین پزانده گرفتم که درازی هر کدام آنها 1 متر، قطر دیامترشان 25 سانتی متر و قفسیشان 2 سانتی متری است. اگر آب انبار را در پیشی پنجه جوی زرمناخ سازیم تا به شهر آورده در آوردن آب، این تروبه ها کفایه می کنند. برای آب انبار سازی و تروبه شینانی اگر باز 1000 سوم طلا لازم شود، من می توانم که از یار و دوستان خود قرضی دراز مدت گرفته این مبلغ را هم تهیه نمایم. بعد از به شهر در آمدن خطی وده‌پرواد ما از وی چی نو کرده فایده بردن، چنان که در بالا گفتم کاری خلق است. من به خلق فقط یک نمونه نشان می دهم. انجینیر از این سخنان میرزا عبدالواحد پی می برد که او دیوانه نباشد، هم عقلش کوتاه، نادان، با همه این صمیمانه خیرخواه و خواستاری سلامتی خلق می باشد. بنابراین خنده از شنیدن این سخنان آمده اش را با زوری نگاه داشته، برای قناعت کناندن او به ناممکن بودن این کار لکسیه دور و درازی علمی می خواند و در لکسیه خود چی مقدار آب، چقدر تزریق داشتن را، آب هر قدر که از بالا آید و حجمش کلان باشد همان قدر تزریق زور پیدا کردنش را با راه علمی اثبات کرده در آخر می گوید: انا در این گونه تزریق آب که بعضا تروبه های چوینی و سیمنتی اندک تنکتر تاب نآورده کفیده می روند، تروبه های سفانین شما ممکن نیست که تاب آورند. بنابراین به شما مصلحت می دهم که به عمل آمدن این فکری سزاوار تحسین و تبریک خود را تا به کار در آمدن زبادهای چوینریزی حکومت سویتی موقوف گذارید و تروبه های سفارینتان را اگر طالبش یافت شود فروشید.
هرگاه که شرایط و اسباب تیار شود این کار را حکومت سویتی بی تشویش و بی خرج شخصی شما خواهد کرد. در حقیقت در سالهای 1923-24 آبهای کولهای درون و اطراف شهر بخارا خشکانیده شده و واسطه کافتن زهکشها آبگریزها تیار گردیده پیش بیماری های ورجه و ریشته 1 درجه بسته شد و در سالهای 1926-27 و در پروات گذرانیده شده منبع بیماری از شهر بخارا تماما نیست کرده شد. اما میرزا عبدالواحد از پیش انجینیر ناراضی شده می براید و او را به محافظه‌کاری کنسرواتوری عیبدار می کند. بعد از آن که از انجینیر یافته و در پروات گذرانیدن ناامید می گردد به طرز شکایت از انجینیر این حکایه را به بعضی دوستان نزدیکش نقل می کند. اما هر کسی که این سخنان را می شنود مانند انجینیر آرامانه به او جوابهای علمی و منطقی نداده او را مسخره داشته خنده می کند و در اندک وقت بیچاره میرزا عبدالواحد در شهر با خیالات پرستی مشهور شده خنده‌زاری دوست و دشمن می گردد. انا در همان وقتها در وقتی که میرزا عبدالواحد از وده پروات گذرانی امیدش را کنده از خنده های بی جای آدمان به جان آمده دل تنگ شده می گشت، اگر فراموش نکرده باشم در آخرهای ماه می سال 1921 بود من از سمرقند به بخارا به طرز مهمانی رفتم. از همه پیشتر به پیش من میرزا عبدالواحد آمده علمهایی را که از وجهی و در پروات گذرانی در دلش خون شده بود به من کشاده داده همه واقعه های در بالا قید شده را یگان یگان نقل کرد. او از دوستان خود و عموماً از آدمان بخارا که به این فکری او خنده کرده او را مسخره داشته بودند آنقدر نرنجیده بود. اینها نادانند، عقلشان به هیچ چیز نمی رسد. بنابراین من از خنده و مسخره داشتن اینها آنقدر نمی رنجم و معذورشان می دارم که عقلشان نمی رسد. اما همه اندوه و علمی من از دست انجینیران و عالمان تکنیکدان است که آنها محافظه کارند و جسارت ندارند به این که از دایره دانش نظریوی خود قدم بیرون نهند. خصوصاً به فکری ما بر این آدمانی که در مکتب‌های تکنیکی زمانی نخوانده ایم اهمیت نمی دهند و نظرشان نمی گیرد و از متریال‌های محلی فایده نمی خواهند. وگرنه در وقتی که ما به جای پیاله‌های چینی در پیاله‌های سفاری چای می نوشیم حتی کلالگران ما چاینیک‌های سفاری ساخته دادند که ما در آنها چای دم کرده ایستاده ایم، چرا با تروبه های سفاری و در پروات گذرانیده نشود؟ من می دانستم که با خنده و مسخره داشتن میرزا عبدالواحد را از فکرش گرداندن ممکن نیست. بالعکس در این گونه معامله ها او در فکر خود انادکارانه استوارتر گردیده مقابل برآمدگان را به نادانی و احمقی حمل می کند. این چنین او را چنان که انجینیری راه آهن قانع کناندن خواسته است با دلیل های نظری تکنیکی و فیزیک که خود او نمی داند قانع کناندن هم امکان نداشت. برای او را از فکرش گرداندن دلیلی و حجتی در کار بود که خود او داند و دیده باشد. خوشبختانه این گونه دلیل در پیش من حاضر بود و بی آنکه به فکرهای او خندم و او را مسخره دارم
بی‌صبرانه سخنان او را شنیدم و بعد از آن این دلیل را به یادی او آورده او را از آن فکری خطا گرداندم. آدمان را هم از تهمت بی‌عقلی و احمقی و انجینیران را از عیب محافظه‌کاری رهانیدم. آب کشک ساختن خودم. برای به خوانندگان معلوم کردن آن دلیلی که میرزا عبدالواحد یکرهه با شنیدن آن از فکر خطای خود برگشت، تفصیلات زیرین را دادن لازم است. در خاطر خوانندگان باید باشد که من در قسم یکم یادداشت‌ها به خودم آبکشک ساخته دادن استا احمق را یادآوری کرده با آن گونه آبکشک کلان از حوض به بالای بام مسجد آب برآوردن بابا کلانم را از زبان استا احمق نقل نموده بودم. در یک تابستانی که در بخارا بودن، کمابی روی داده، درختان، گلزارها و سبزوادکاری های اطراف شهر پژمرده شده، از تراوت برآمده از رسیش باز ماندند. در یکی از همان روزها من به چارباغ خوجین پیشترم شریف جان مخدوم رفته بودم. او از بی‌آبی شکایت کرد. من به او واقعی به بالای مسجد آب برآوردن بابا کلانم را نقل کرده، این گونه یک آب کشک ساخته به واسطه آن از چاه آب کشیده، هیچ نباشد گلزار و زمینچه های سبزوات کشته شده را آب دادن ممکن است گفتم. اگر رخصت و اسباب دهید من به ساختنش تیارم. شریف جان مخدوم همه این فکرهای مرا قبول کرده. برای تروبه چوب قفسی راستی فرستی دراز یافته دادن را، برای بستن وی ریسمان و سیمهای باریک مهیا کردن را متصدی شد. اما با آهنگران حلقه های آهنین سازانده گرفته، چیلانگر آورده، آن حلقه ها را به تروبه گذرانده، مستحکم کناندن را به گردن نگرفت. شما گفتار 80 رو از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.